سلام بیننده عزیز، بعد 27 سال دومین کتاب سرخ تاجیکستان روی نشر آمد که در آن بیش از 400 جانوران و رستنی‌هایی که زیر خطر نابودشوی قرار دارند گردآوری شده است. و در این رابطه ما حالا صحبت داریم با شادیبک قربانوف، مسئول اوید به نشر کتاب سرخ تاجیکستان. خب استاد مبارک باشد این دستاورد و نشر دومین کتاب سرخ. اصلا نخست میخواستیم در رابطه با هدف این کتاب صحبت کنیم. مثلا ضرورت دوباره چاپ کردن این کتاب در چی بود استاد؟ باید قید کنیم که کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان یک حجت دولتی است و حجت علمی که در آن معلومات اوید نمادهای نادر و زیر خطری معاشی قرار داشته علائم نباتات حیوانات وارد کرده می شود. کتاب در اساس نظام نامه آن که از طریق حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2010 تصدیق شده است عملی میکند. در کتاب بیشتر نسبت هر یک نموده که زیر کدام مقام نشری قرار دارد آورده شده است و از آن جمله در آن تدبیرها اویدی راه ندادن و کاهش یافتن سرشماری آنها اویدی رشد آنها آورده می شود. اصلا در کتاب نو استاد چه تغییرات ها است؟ مثلا چه تعدادی نو رستنی و نباتات جزو شده است که در حال خطر قرار دارند؟ در کتاب در حالت امروزه اگر تصور کنیم مقایسه کنیم سال 1988 همگی 162 نمود عالم حیوانات وارد کرده شده و در نشر دوم باشد 222 نمود. مثلا در نشر یکم 226 نمود عالم نباتات وارد شده بود و در نشر دوم باشد 269 نمود. این از آن شهادت نمیدهد که مثلا چرا که ما اینقدر مثلا زحمت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، زحمت‌های عالمان اکادمی‌های جمهوری تاجیکستان، کارمندان سایه حفظ محیط زیست، کارمندان خواجگی جنگل یک پیش روی آن را گرفته نتوانستند که این نمودها باز به جای کم شدن زیاد شد. و امروز ما خواهان بدونیم که جمهوری ما یک جمهوری کسور است و از کردن زمین ها مثلا سطح بلند برداشتن سطح زندگی مردم هرچ ما خواهان به طبیعت دست میزنیم. و امروز ما بیشتر آن نمودهای را در کتاب داخل کردیم که آنها قسما زیر خطری محشری قرار دارند و با نشان دادن مقام آنها. مثلا امروز ما نتوانستیم در حالت امروزه که دو نمودی مثلا عالم حیوانات رو نگاه داریم. مثلا دو نمودی عالم حیوانات از آن جمله پلنگ ترانی و سواری مینز برای عموما از طبیعت جمهوری تاجیکستان درکی نمانده است. اما استاد از جانورانی که تازه به این کتاب وارد شدند، یعنی اکنون در سالهای اخیر در زیر خطر نابودشوی قرار دارند، کدام جانوران را میشود نوبر کرد که قبلا در کتاب سرخ نبودند و اکنون وارد شدند به قطار جانوران نادر؟ مثلا مارها گفته مثلا به کتاب در نشر دوم کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان مثلا 3 نمودی مار، مار چپاری رخرخ، مار پیچان شرقی دامنکویی و مار پیچان شرقی وارد کرده است. از پرنده ها باشد مثلا دوجی کبود، بودگردک میانگی، گنجشک نورکلام و از آن جمله از حیوانات کلان شیخور باشد مثلا گوسفند سیرچه و گربه دشتی. این اولین مرتبه کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل شد. از دیگر از خزنده ها باشد ما مثلا با برای در آینده راه دادن به مخشایی مثلا سرشماری سنگوش باشد، سنگوش آسیایی که در جمهوری ما خیلی در کاهش نیافته است و خوب است نیز ما با کتاب سرخ وارد کردیم. گفتید ضمن نشر این کتاب و جمع‌آوری جانوران و رستنی‌های نادر بعضی بحث‌ها هم یعنی گروهی کاری بود سری وارد شدن یا نشدن سنگ پوشت یا سیاه علف، گفتید که بعضی پیشنهاد کردن. بله اصلا چی بود که ها بحث می‌کردن؟ چرا می‌خواستید وارد؟ بس در سری هم که مثلا امروز مثلا وارد نمودید یک گیاهی مثلا شفابخش جمهوری تاجیکستان مثلا پیازی انزور مثلا که سیاه علف یا که دیگر ماده این نمودهای بیاد چندین نمودهای زیاد دارند، نمود زیر نمود است و باید با خواستم بدیم که ما اگر این نمود را با کتاب سرخ اگر وارد کنیم علاقه استفاده بود قانونگذاری جمهوری تاجیکستان محدود می‌گردد.
بنابراین ما از همین کمتر خودداری هم کردیم در بحث که همین یک ضرورت دارد ذخیره سیال ذخیرهش خوب است فقط ما یک چاره‌بینی امکان که استفاده رو برام کنیم با تنظیم در آره یک در اساس مثلا اجازه‌نامه مخصوص با رعایت کردن مثلا در یک جا هر سال جمع‌آوری نکردم مثلا یک جا رو برای تخمش از نو با برقرارشوی و استفاده بردن این بود مثلا در قسمت مثلا سنگپوشت هم مثلا سنگپوشت برای چیزی که ما ذخیره داریم به کتاب لیکن ما که با دیگر کاندین سوی سازمان ملی همراه هستیم ما اونها رو باید رعایت کنیم و این حالت‌ها حتی بود یک گروه قاچاقچیان بودن که اونها رو بخواست که از جمهوری ما بیرون برارن این سنگپوشت رو خب کتاب نشر شد میگوید هدفش جلوگیری از همین نابودشوی نگاه داشتن همین جونوران نادر است اصلا نابودشوی این جونوران و دستانی های نادر من اکولوژی و طبیعت و به ما چه تاثیر میرسونه چه ضرری داره مثلا طبیعت باید در یک بالانس در موازنه اکولوژی همه موازنه استوار اکولوژی وجود داشته باشد نابود شدن یک نمود یا که نمود دیگر بعد دیگر نمودها نیز تاثیر میرساند که آنها میتواند از بین رود مثلا امروز کم شدن مثلا پلنگ در جمهوری اسلامی این از چی شهادت میداد از آن که غذایی که او پلنگ میافت میخورد یا که چی میکرد گپ تو خوراک غذایی وی اساسا چی بود بوزی کوهی بود ممکن که در همون موضع سکونت همون پلنگ همین نابود است تاثیر این نمود به این نمود دیگر میرساند تشکر زیاد دوستان عزیز برای معلومات زیاد